یعنی در عرض 10-12 دقیقه خیابون پر بود از جمعیتی که رو زمین ریخته بودن. تیر بارون شدیدی بود. یکی از این بچه ها شاید 17 سالش 16 سالش بود که از پشت تیر خورده بود و خیلی خون زیادی از دست داده بود که من پیشش بودم. چی از لحظات آخرش که تموم کرد وقتی نگاه کردم دیدم که تو باشه پارم. مردم سعی میکردن حتی اونایی که کشته شدن و بیکشن توی خونه ها، ولی میمدن پس میگرفتن. یه وانتای بزرگی آورده بودن، اینا زخمی کشته همه رو هم پرت میکردن. ممکن بود اون زنده باشه ولی رو هم دیگه پرت میکردن و میبردن. مردم با دست خالی با خنده مسالمت آمیز اومدن و اینجور تار و مار شدن. بعد ساعت 2-2:30 این شهرداری ها کارگراشون اومدن با شلنگ های آبای پرفشار این خونه ها رو میشستن. جوی خونی را افتاده بود. یکی دارالشفا بود پشت کلانتری. اینا رفته بودن اونجا رو گرفته بودن، زخمی ها رو راه نمیدادن، هیچکی رو راه نمیدادن. کاملا فارسی صحبت میکردن، یعنی یا بسیجی بودن یا سپاهی بودن.